نوای نی، برنامه شماره 35. نویسنده محمود شاهرخی. این برنامه با همکاری محمد موسوی و شهرام ناظری تنظیم شده. گویندگان: فیروزه امیرمعز، رضا معینی. صدابردار: ناصر شکوهینیا. تهیه کننده برنامه: محمد مهدی صدیفی. بشنو از نی چون حکایت می کند و از جدایی ها شکایت می کند، کز نیستان تا مرا ببریده اند، از نفیرم مرد و زن نالیده اند. سپاس و ستایش تو را ای سر هستی و ای حقیقت جاودانه، که همه بودها در جنب هستی تو نمودند و سراب. ای مقدری که به تقدیر تو روز و شب به تعاقب از پی یکدیگر می آید و فصول به فرمان تو به توالی در می رسند و ماه و خورشید چونان و گوی در خم چوگان تو در پهنه آسمان گردانند. ای توانایی که از کهکشان‌های عظیم که در فراخنای فضا در حرکتند تا ذرات بی مقدار، همه و همه در قبضه اقتدار و تصرف مشیت تو اند. ای عطا بخش و ای خطا پوش، پرتوی از معرفت و عشق را بر دلمان بتابان تا از همه بازآییم و تنها تو را باشیم. ای خدای پاک بی انباز و یار، ای خدای پاک بی انباز و یار، دست گیر و جرم ما را درگذار. هم دعا از تو، اجابت هم ز تو، ایمنی از تو، مهابت هم ز تو. 100,000 دام و دانه است ای خدا، ما چو مرغان حریص بینوا، دم به دم پابسته دام نویم، هر یکی گر باز و سیمرغی شویم. میرهانی هر دمی ما را و باز، سوی دامی میرویم ای بی نیاز. گر 1000 دام باشد در قدم، چون تویی با ما نباشد هیچ غم. با درود گرم و سلام به حضور هم میهنان گرامی و شنوندگان وفادار و صاحب دل این برنامه، و از ابراز لطف و اظهار عنایات بزرگوارانه‌ای که نسبت به دستاندرکاران این برنامه مبذول می‌دارید صمیمانه سپاسگزاریم. اول ز حرف لوح وجودم خبر نبود، در مکتب غم تو چنین نکته‌دان شدم.
در برنامه‌های گذشته سخن در ترجمه حال مولانا بود و در چند گفتار قسمتی از ماجرای زندگی این شاهباز فضای معرفت و معانی را به سمع شنوندگان ارجمند رساندیم. اما در این گفتار به خلاف عادت مألوف و رسم معهود آن بحث را موقتاً رها ساخته و تنها در این برنامه از زبان مولانا به پیشگاه خالق هستی نیایش میبریم و بر درگاه جلال و کبریای او سر عبودیت مینهیم. باشد که آن توفیقش ما را به کوی حقیقت رهنمون گردد. ای دعا ناکرده از تو مستجاب، داد دل را هر دمی صد فتح باب. چند حرفی نقش کردی از رقوم، سنگ ها از عشق آن شد همچو موم. حرف های طرفه بر لوح خیال، برنوشته چشم و عارض خد و خال. ای دهنده قوت و تمکین و ثبات، خلق را زین بی ثباتی ده نجات. صبرشان بخش و کفه میزان گران، وارهانشان از فن صورت گران. طبیب عشق مسیحها دم است و مشفق، لیک تو درد در تو نبیند، چو درد در تو نبیند که را دوا بکند. چو درد در تو نبیند که را دوا بکند. یا تو با خدای خود انداز کارا، دل خوش دار. تو با خدای خود انداز کارا، دل خوش دار.
طبیب عشق مسیحا دم از راه مشرق لیک چو درد در تو نبیند چو درد در تو نبیند که را دوا بکند چو درد در تو نبیند که را دوا بکند در این فصل بهار و طلیعه سال نو که ما نیز فصلی تازه را در زندگی آغاز می‌کنیم، شایسته است که نخست به حساب سود و زیان خیش برسیم و بنگریم که در سال گذشته در جهت کمال و احراز مقام انسانیت چه قدمی برداشته و چه مقدار در این رهگذر مجاهدت و کوشش مبذول داشته ایم. جمع هستی را بزن بر نیستی، از حسابت تا خبردارت کنم. اگر ما درباره اعمال خیش بی‌گذشت و سخت گیرانه به داوری بنشینیم و دچار خودبینی و اعجاب به نفس نشویم، بی تردید به بسیاری از نقط ضعف‌ها و نقیصه‌ها واقف خواهیم شد و اگر ما را چنین توفیقی دست دهد، قطعاً در صدد رفع کمبودها و جبران خطاها برخواهیم آمد. پس باید عاجزانه و از سر درد از آن فیاض بخشنده خواستار شویم که با افاضه انوار تفضل و عنایت خیش توفیق چنین بینشی به ما ارزانی دارد و جان تاریک ما را به نور معرفت روشنی بخشد تا به عیب خیش پی ببریم و به سوی کمال و اعتلا قدم برداریم. چاره این دل عطای مبدلی است، داد حق را قابلیت شرط نیست، بلکه شرط قابلیت داد اوست. داد لب و قابلیت هست پوست. قابلی گر شرط فعل حق بودی، هیچ معدومی به هستی نامدی. اکنون که ای عزیز طبیعت به فرمان صانع هستی دیگر بار حیات و حرکت خود را از سر گرفته و باغ و بوستان از اعجازگری و نقشبندی صنع حضرت حق رنگ و بو و زیب و زیور یافته و اینک که از دم جان بخش فیض الهی در باغ و راغ گل و شکوفه عقده دل می گشایند، در همین حال نسیم های فیوزات غیبی و نفحات رحمانی نیز در پهنه آفرینش و جهان ارواح وزانند و هر کجا دل مستعد و جان قابلی بیابند آن را به نفحه‌ای زندگی جاوید می بخشند. پس سزاوار است که مراقب و مترصد دریافت این نفحات باشیم تا از این فیض عظمی محروم نمانیم. گفت پیغمبر که نفحت‌های حق اندر این ایام می آرد سبق. گوش هوش دارید این اوقات را، در ربایید این چنین نفحات را. نفحه‌ای آمد
شما را دید و رفت، هر که را می‌خواست جان بخشید و رفت. نفحه دیگر رسید آگاه باش، تا از آن هم وا نمانی خواجه تاش. پس ای دوست برخیز تا با هم آهنگ سفر کنیم و به پای سعی و مجاهدت از کوی غرور و خودبینی و عجب و خودپسندی به در آییم و از ظلمت و تاریکی های تن بگذریم و غبار کینه و حسد و دشمنی را از چهر آینه دل بزداییم و خار و خاشاک اوهام و شک را از خانه جان جاروب کنیم و بیرون ریزیم و با جانی مالامال از عشق و محبت و دوستی و صفا به شهر نور و پاکی درآییم که حیات جاودان و نیکبختی ابدی در آنجاست. هله نومید نباشی چو تو را یار براند، هله نومید نباشی چو تو را یار براند. گرت امروز براند نه که فردات بخواند. در اگر بر تو ببندد مرو و صبر کن آنجا، که پس از صبر تو را او به سر صدر نشاند. وگر او بر تو ببندد همه درها و گذرها، ره دیگر بگشاید که کس آن راه نداند. که قصاب به خنجر چو سر میش ببرد، نهلد کشته خود را کشد آنگاه کشاند. چو دم میش نماند ز دم خود کندش پر، تو ببین کاین دم رحمان به کجاهات رساند. به مثل گفتم این را و اگر نه، کرم او نکشد هیچ کسی را و ز کشتن برهاند. چو تو را یار براند. هله نومید نباشی چو تو را گرت امروز براند نه که فردات بخواند. گرت امروز براند نه که فردات بخواند.
در اگر بر تو ببندد مرا صبر کن آنجا که پس از صبر تو را به سر صدر نشاند که پس از صبر تو را او به سر صدر نشاند. وگر او بر تو ببندد همه ره ها و گذرها وگر او بر تو ببندد همه درها و گذرها ره دیگر بگشاید ره دیگر بگشاید که کس آن راه ندارد. در اگر بر تو ببندد مرا صبر کن آنجا که پس از صبر تو را به سر صد نشاند. که پس از صبر تو را او به سر صد نشاند. پروردگارا
ای که همه دگرگونی ها و انقلاب های ظاهر و باطن در سرپنجه اقتدار و در تصرف قدرت توست. ای کیمیاکاری که قادری در یک دم ماهیت هر موجود را دگرگونه و مبدل سازی. تو خود فرمان دادی که مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم. اینک ای توانای بی‌نیاز، ما بندگان حقیر و بی‌مقدار تو با دلی سوخته و جانی دردمند روی عجز و افتقار بر آستان کبریای تو می‌ساییم و از تو دردمندانه خواستاری که جان تیره ما را صفا و روشنی بخشی و توفیق کرامت فرمایی که از دام همه بدیها و زشتیها رها شویم و در کوی عشق و محبت سراپا اخلاص و ایثار گردیم. ای توانای بخشنده، به فضل خود ما را یاری کن. از بار گنه شد تن مسکینم پست، یا رب چه شود اگر مرا گیری دست؟ گر در عملم آنچه تو را شاید نیست، اندر کرمت آنچه مرا باید هست. شرح این هجران و این خون جگر، این زمان بگذار، این زمان بگذار تا وقت دیگر، این زمان بگذار تا وقت دیگر. همه عزیزان صاحب دل را به خدا می سپاریم و توفیق خدمت به خالق و خلق را خواستاریم.